با درودی دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو زودی به همه اون عزیزانی که امروز همون در یوتیوب در آزادی ویدیو کانال رادیو زودی تماشا دارند و شادو خوش هستم چون همیشه در همین وقت با سرخط خبرهای روز و فراموش نکنید که همه شما عزیزان رو در برنامه خبری منتظر میشیم. ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت روسیه و تاجیکستان و ساعت 2 با وقت مسکو. خب تا اون وقتی که برنامه خبری شروع نشده است از سرخط ها میگویم چون همیشه بازداشت کردند، اما تحقیر چه معنی دارد؟ در آخر هفته گذشته خدمات امنیتی فدرالی و وزارت کارهای داخلی روسیه 4 شهروند تاجیکستان را با گمان دست داشتن در قتل سرگئی چویف استاد گوشتی یونانی و رومی دستگیر کردند. چویف شب 7 به 8 ایون در منطقه جنوب غربی شرق مسکو کشته شد. رسانه ها نوشتند گویا مهاجران استاد ورزش را به کل پرتافتند و او در زیر آب نفس گیر شده است. رسانه های روسیه روز 9 ایون چند عکس را از لحظه بازداشت شهروندان تاجیکستان نشر کردند. بعضی آنها در داخل بینای رو به زمین خوابیدند و بعضی دیگر در بیرون دست بالا و رو به دیوار ایستادند. ولی آنچه که کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی سخت نگران کرده است نمایش شم‌های کنده و دریده و بدن عریان شهروندان بازداشت شده تاجیکستان است. چند از کاربران گفتند هرچند اینها به قتل گمان برند نباید به این شیوه تحقیر شوند. همکاران ما تلاش دارند نظر مقامات تاجیک و سفارت تاجیکستان در روسیه را در این بابت بگیرند و فکر میکنم تا شروع برنامه خبری ما این نظرها را در دست خواهیم داشت و پیشنهاد شما بینندگان عزیز میکنیم. در قزاقستان نتیجه نظرپرسی رسمی انتخاب کنندگان را اعلام کردند. طبق نظرسنجی دو مرکز جامعه شناسی قزاقستان نامزد حزب حاکم نور اوتان و پرزیدنت موقت قاسم جومرت توقیف در انتخابات پرزیدنتی 9 ایون تقریبا 70% آوازها را به دست آورده است. با آگاهی کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان در انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت این کشور 77% شهروندان دارای حق رای اشتراک کردند. معرکه رایدهی 9 ایون در تاریخ نوین قزاقستان چهارمین انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی است. در 30 سال باری نخست است که انتخابات پرزیدنتی این کشور به حضور نورسلطان نظربایف برگزار بشود. باید گفت که در روز انتخابات در شهرهای نورسلطان، الماتا و چیمکنت قزاقستان تظاهرات برگزار شده. اعتراضگران ساکنان را به تحریم انتخابات دعوت کردند. در برنامه خبری به این موضوع حتما داخل خواهیم کرد. اگرچه ما پیوسته در برنامه‌ها درباره وضعیت ناخوب مهاجران تاجیک در روسیه گزارش میدیم، اما ظاهراً تعدادی از مهاجران داخلی نیز در خود تاجیکستان هم با مشکلات زیادی دست به گریبانند. هرچند سالانه هزاران ساکن دهات با امید زندگی بهتر به پایتخت کوچ می‌بندند، ولی آرزوی روزگار آسوده به آسانی برایشان دست نمی‌دهد. همکاران ما در مثال چند خانواده این موضوع را تحلیل کردند و شما می‌توانید در برنامه خبری بعد کمتر از 30 ساعت دیگر گزارش را در این مورد تماشا کنید. مقامات داستانی نویای فردوسی شهر دوشنبه تفتیش پرونده امیتی کویاتوف جوانی که میگوید از سوی کارمندان پلیس شکنجه شده است بازداشته است. در این باره گلچهره خولمت و عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاع امیتی کویاتوف امروز یعنی 10 ایون به رادیو زودی خبر داده گفت دلیل بازداشت پرونده فرار دو کارمند پلیس نویای فردوسی می باشد که در شکنجه زیر حمایش متهم میشوند. به تاکید مصاحبه رادیو زودی در پی فرار کارمندان پلیس مقامات داستانی فردوسی نسبت هر دو آنها قراری حبس پیشکی را صادر نموده است و باید یادآور شوم که امیتی کویاتوف 38 ساله که با نشانه های آسیب پوشیده مایدان و کفیدن مایه های چپ و راست در بیمارخانه بستری شده بود ادعا دارد که روز 31 مارت امسال از جانب کارمندان پلیس در نویای فردوسی شهر دوشنبه لطو کوب گردید. و بینندگان عزیز، اگر میخواهید بدونید که فیروزه حفیظ و آوازخوان شناخته تاجیک از صفحه اینستاگرامش چقدر درآمد میگیرد و سهمش در کمک به خانواده های نیازمند تا چه حد است، پس برنامه امروز ما را تماشا کنید. فیروزه تلاش دارد شماره کاربرانش را در این شبکه اجتماعی به 1 میلیون نفر برساند. طوری میگویند آرزوی نیک نیم دولت است. خب با امید آنکه شما بینندگان عزیز بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم با ما بپیوندید در برنامه خبری همه شما را منتظر میشویم و تا آن دم روزی خوب داشته باشید و خدا نگهدار.